روزی میرسه که همین روزای معمولی امروزم آرزوم خواهد بود. یه روزی میرسه که من له امروز رو میزنم، همین امروزی که به این سادگی و با این میشه گفت بی توجهی داریم میگذرونیمش. همین امروزی که سرمون تو گوشیه و تو فکر و خیالیم، یه روزی آرزومون خواهد بود. یه روزی یه خبر بد میشنوی، یه تلفن زنگ میخوره و گوشی رو برمیداری و یه خبر بد اونور خط منتظرته. هممون این پیام رو، این تماس رو دریافت خواهیم کرد. یه کسی تو بیمارستانه، یه کسی تصادف کرده، یه چیزی شده و اون موقع امروز آرزوت خواهد بود، روزی که معمولی بود و خبر بدی نشیده بودی. یه روزی خودت تو شرایطی قرار خواهی گرفت که مریضی یا غم یا ناراحتی بزرگی گریبانتو میگیره. حتما این اتفاق خواهد افتاد. اگه به اندازه طولانی عمر کنیم حتما این رو تجربه خواهیم کرد. یه روزی تو شرایطی خواهی بود که همین حالت معمولی امروزت، همین حالتی که از صبح بیدار شدی خبر خاصی نبوده، یه مقدار بالاخره همون دل مشغولی های زندگی معمولی و به خودت اجازه دادی که امروز غمگین باشی، به خودت اجازه دادی که امروز داون باشی، ناراحت باشی، قصه بخوری، الکی تو فکر و خیال باشی، تو فکر و خیال آینده، حسرت گذشته. همین امروزی که انقدر معمولی گذروندیش یه روزی میشه آرزوت. و من اینا رو میگم فقط به خاطر اینکه یه لحظه متوجه عظمت هر لحظه از زندگیمون بشیم، متوجه این تجربه بی‌نظیر بشیم، متوجه این بشیم که با هر نفس یک نفس به مردن داریم نزدیک میشیم، متوجه این بشیم که این لحظات بی پایان نیستن، متوجه این بشیم که هر تجربه‌ای رو ما تعداد محدودی بار تجربه خواهیم کرد. تعداد توت فرنگیایی که تو عمرت از این به بعد خواهی خورد یک عدد محدوده و اگر بدونی این عدد 17 تا توت فرنگی تا آخر عمرت خواهی خورد، خب اون موقع هر توت فرنگی که میخوری ارزشمند خواهد بود. ما کلن اگه 80 سال 85 سال عمر کنیم، کلن 4000 هفته عمر خواهیم کرد. نگاه کنی میبینی واقعا اونقدر طولانی نیست. 4000 هفته چیزی نیست. هفته پیش به همین راحتی گذشت، یه هفته کم شد. 3999 هفته، 3998 هفته. تازه ما اگه 30-40 سالمون باشه نصفشو اومدیم. 2000 هفته مونده. این 2000 هفته رو چطور میگذرونیم؟ و به چی توجه میکنیم؟ مهمترین جوری که تو روزها و ایامتو میگذرونی، این آنات میرنده را، آنات میرنده، آنها، لحظه ها، این آنات میرنده، لحظاتی که یکی پس از دیگری دارن جایگزین میشن رو میگذرونی، جوری که در واقع زندگی تو میگذرونی. و اینکه چطور این لحظات رو میگذرونی ارتباط مستقیم با این داره که توجهت تو هر لحظه کجاست. به چی داری توجه میکنی؟ به حرفای گذشته، به باورهای قدیمی، به نظر بقیه، به حسرتات، به فکرهای بیهودت، به اندیشه های بیفایدت، و یا به شگفتی این لحظه، به خدا، به عشق؟ توجهت کجاست؟ و این ما رو میرسونه به یه موضوعی که خیلی خیلی دردناکه و اگه امروز دقت کنیم میبینیم که توجه ما اصلا به بدترین شکل ممکن داره هدر میشه. حرفایی که امروز میزنم احتمالاً منو تو دردسر میندازه به واسطه پیج و به واسطه اینستاگرام و اینجور چیزا، برخلاف الگوریتمه، ولی میزنم چون واقعیته. ما باید خودمون رو نجات بدیم از الگوریتم این شرکت‌های بیلیون دلاری. ما باید خودمون رو نجات بدیم از تبلیغات. باید خودمون رو نجات بدیم از برنامه ریزی که داره انجام میشه که ما رو هر روز بیشتر و بیشتر معتاد این شبکه ها نگه داره. من تو لایو قبلی برگشتم گفتم من بعد از هر لایو اینستاگرام و اپش رو پاک میکنم از روی گوشیم. واقعا پاک میکنم. من اصلا تو اینستاگرام نیستم. فقط مطلبی که دارم رو بیان میکنم و بعد از اون ور میرم. برای همینم هست که مسیجا رو نمیخونم. برای همینم هست که به اکثر پیام ها پاسخ نمیدم. به خاطر اینکه توجه دیگه بحث هزینه است. توجه تو قیمت داره. توجه، اگه داری به یه چیزی توجه میکنی، داری برای خریدنش پول میدی. میخوام بهش به این چش نگاه کنی و پولی میدی که ارزشش به مراتب بیشتر از ارزش پول نقده. داری از انرژی که بالاترین سرمایه گذاری میکنی. اگه به چیزی داری توجه میکنی، داری هزینه میکنی در موردش. و حالا سوال من اینه، امروز نگاه کن ببین چقدر اینستاگرام بودی،
امروز نگاه کن ببین چقدر پای تلویزیون بودی، چقدر تو گوشیت بودی، چقدر تو واتساپ و تلگرام الکی گشتی، چقدر تو یوتیوب بودی. و شاید خودتو توجیه کنی که نه من پیجای خوب رو دنبال میکنم. بیفایده است. بیفایده است. از جمله های خوبی که امروز شنیدی چند تاشو یادت؟ از مطالب خوبی که هفته پیش شنیدی چند تاشو واقعا عمل کردی؟ این همه مطلب مفیدی که توی اینستاگرام هست چند تاشو عمل کردی؟ توجه ما بزرگترین دارایی ماست و ما این توجه رو باختیم به شرکت‌های چند صد میلیون دلاری و بیلیون دلاری. اصلا باور کردنی نیست. اصلا این شرکت‌ها تمام نرم افزار و برنامه‌ریزیشون بر اساس گرفتن توجه توه و درآمدشون از این طریقه. و من میخوام تشویقت کنم ببری این بازی رو. الگوریتما انقدر دقیق شدن، انقدر ظریف تو رو میشناسن بهتر از خودت که دقیقاً اون چیزایی رو که میدونن داری بهش توجه میکنی رو هی بیشتر و بیشتر بهت میدن و عمر تو رو پای این سوشال میدیا و پای این ابزار میگیرن و میگذرونن. و من دلم میسوزه برای عمری که اینجوری بگذره. هیچی توش نیست واقعا. هیچی توش نیست، هیچ خبری نیست. اصلا چی داریم به دست میاریم با این همه انرژی که میذاریم؟ و بعد میشه در مورد این صحبت کرد که خب باشه حالا اینستاگرام نیام چیکار کنم؟ ببین چیکار میکنی. شاید باید بشینی فکر و خیال کنی، اونم یه مرحله‌ایه. شاید باید بشینی حوصلت سر بره، اونم یه مرحله‌ایه. همه رو که بگذرونی، همه نه ها رو که بگی، همه صداهای اضافی رو که از زندگیت حذف کنی، یه صدای عمیقی از درون بهات حرف میزنه. صدایی که دلیل اینجا بودنت رو، روی این کره زمین بودنت رو به یادت میاره. دلیل اینجا بودن ما این نیست که وقتمون رو اینجوری بگذرونیم، عمرمون رو به این شکل بی‌کیفیت هدر کنیم. واقعا بی‌کیفیت کاری که میکنیم، واقعا بی‌کیفیت. جوری که توی اینستاگرام، توی یوتیوب، توی تیک تاک وقت میگذرونیم مثلا کاملا غیر قابل قبوله. به خدا به من هیچ ربطی نداره، اختیار خودتونه، صاحب اختیارین و من توی این فضا دارم کار میکنم. برای همین خنده داره که من برگردم بگم لطفاً نیاین، ولی نیاین. اگه از من یک حرف شنیدید همون رو عمل کنید. اگه یه جمله خوب از مزدافر مومنی شنیدید اون رو عمل کنید. اگه یه حرف خوب از آنوشا شنیدید اون رو عمل کنید. یک کتاب بخونید، یک کتاب بخونید، عمل کنید. یک کتاب در طول عمرت فقط بخون و عمل کن. The Man's Search for Meaning، ویکتور فرانکل. یک کتاب بخون. Untethered Soul، مایکل سینگر، روح تسخیر ناپذیر. یک کتاب بخون، عمل کن. 4 میثاق. یک کتاب بخون، عمل کن. یک کتاب بخون، عمل کن. Be Here Now، رام داس. یک کتاب بخون، عمل کن. تکه هایی از یک کل منسجم، پون مقیمی. یک کتاب بخون، عمل کن. یک کتاب بخون، بیارش تو زندگیت. یه لایو گوش بده، بیارش تو زندگیت. کسایی هستن من مسیج میزنن طرف هزینه کرده با من جلسه خصوصی برداشته، ازش میپرسم مدیتیشن میکنی؟ میگه نه. من واقعا شاخ گوزنی در میارم یه همچین آدمایی رو میبینم. برای چی به من زنگ زدی؟ فقط برای اینکه یه بار دیگه یه چیز دیگه رو از بیرون امتحان کنی، یه چیز دیگه که قراره کار نکنه رو از بیرون امتحان کنی. چطور انقدر به من محبت داری؟ انقدر همشون هم میگن مطالب تو رو ما سال‌هاست داریم گوش میدیم، من خیلی گوش دارم، خیلی استفاده کردم، خیلی مفید بوده برام. بعد بهش میگم چه جالب، مدیتیشن میکنی؟ آره یه بار کردم بعد اونجوری شد. بعد زندگی تو حس ها داره میگذره. نشونه هایی که تو قراره دریافت کنی حساتن. نشونه ها که نشونه های بیرونی و 11 اینستاگرام، نمیدونم ساعت دیدن و این چیزا نیست. نشونه ها که یه پیامی که یه جایی توی اینستاگرام یه پستی جمله زیبا میشنوی نیست. نشونه حس تو بدنته و تو وقتی تو حسات نیستی به این نشونه ها دسترسی نداری. نشونه ها دقیقاً اون صدایی که دارم بهت میگم میبرتت اون جایی که برات خوبه. تو همیشه هدایت شده ای، فقط به این هدایت دسترسی نداری چون توجه جای دیگه است. یک صدا این وره داره هدایتت میکنه به سمت توی برتر، یک صدا این وره داره هدایتت میکنه به سمت مصرف گرایی و اینستاگرام و نمیدونم ویدیوهای مزخرف و سرگرمی چیپ و دوپامین ارزون. و بعد تو همش نگاهت این وره. خب این هر چی هم بگه تو نمیشنوی. و امروز دنیا دیگه شوخی نداره واقعا. اگه این جنگو ببازی با زندگی تو باختی. من خیلی برادرانه دارم بهت میگم. اگه
توجه تو به بازی زندگی تو باختی و اکثر ما توجهمون رو باختیم به این شرکت ها. دادیم بهشون توجهمون رو مفت و مجانی دادیم بهشون، آزادیمون رو دادیم بهشون، افکارمون از طریق این شرکت ها داره تعیین میشه. یه زمانی بود میگفتن یه دیکتاتور خیلی بزرگ میاد و دنیا رو به دست میگیره، به زور آزادی مردم رو ازش میگیره. الان داریم متوجه میشیم که نه، آدما وقتی به اندازه کافی مسخ بشن، به رایگان و با اختیار و داوطلبانه میرن آزادیشون رو واگذار میکنن. به من بیشتر سرگرمی بده، من آزادیمو بهت میدم، وقتم و انرژیمو و توجهمو بهت میدم. و بعد آدما میگن خب چه کار کنم به جاش؟ هیچ کار نکن، یه مدت هیچ کار نکن، ببین چی میشه، ببین چی از عمق وجودت میاد بالا. آخه حوصله‌ام سر میره. بذار حوصله‌ت سر بره. حوصله سر رفتن یکی از مهمترین حساییه که ما ازش فرار میکنیم و هر بار که ازش فرار میکنیم یه خرد رو از دست میدیم، دسترسیمون به خرد کمتر میشه، یه آگاهی رو از دست میدیم. مهمترین کار هیچ کار نکردنه. به قول تیک نات هان میگه when you have nothing to do nothing. کاری برای انجام دادن نداری، کاری نکن. و بعد نگاه میکنی میبینی دارم متوجه میشم که اتفاقا چقدر کار برای انجام دادن دارم. اون مقاله‌ای که قرار بود بنویسم، اون کتابی که قرار بود بخونم، اون ویدیویی که قرار بود ضبط کنم، اون تحقیقی که قرار بود انجام بدم، اون قدمی که برای خودم قرار بود بردارم، گیتاری که قرار بود یاد بگیرم، پیاده رویی که قرار بود بکنم، زنگی که قرار بود بزنم، به این همه کاری که دارم. و بعد همه این کارا تو پشت ذهن ما مونده، ما سرمون تو اینستاگرام. استرسی که داریم تجربه میکنیم به خاطر اینه، به خاطر کارهای تلمبار شده‌ایه که انجامش نمیدیم. ما باید این بازی رو برنده شیم بچه‌ها. به خدا جدی دارم برادرانه بهتون میگم. انقدر الگوریتما دقیق شدن با استفاده از AI، با استفاده از تکنولوژی روز، انقدر الگوریتما دقیق شدن که اگه حواست نباشه توش غرق میشی، عمرت میگذره و بعد آخر عمرت به خودت میای میگی چی شد اصلا؟ چیکار کردم؟ چرا به آرزوام نرسیدم؟ چرا زندگیم انقدر کوچولو و معمولی موند؟ و تمام مدتم مقصر یکی دیگه است. تمام مدتم مقصر شرایط اجتماعی، مقصر اقتصاد، مقصر آخوندان، مقصر نمیدونم دلار، همش یه چیز دیگه است، همش یه عامل بیرونیه. هیچ چیز در مقابل تو قدرت نداره وقتی تو قدرتتو به دست بیاری. ولی ما قدرتمون رو واگذار کردیم. چجوری؟ انرژیمون رو واگذار کردیم. چجوری؟ توجهمون رو واگذار کردیم. ما اصلا توجهمون دست خودمون نیست. و تو با هر کاری که داری میکنی داری توی آیندت تاثیر میذاری. هر قدم، هر تصمیم یک هدیه است به آینده. حالا این هدیه یا یه چیز خوبه یا یه چیز بده. خب یه چیزی رو داری توی آیندت یه چیزی رو داری میکاری که توی آیندت برداشت کنی. این چیز یا علف هرزه یا گله، یا میوه است یا خس و خاشاک و خاره. تو باید با دقت این چیزا رو بکاری. تو اصلا یه ماه اینستاگرامو بذار کنار، ببین چجوری ذهنت یهو شفاف میشه، روانت آروم میشه، این همه مقایسه، این همه فکر و خیال از تو ذهنت میره بیرون. ما فکر میکنیم نه یه سرگرمی من روزی 2 ساعت 3 ساعت، امیدوارم روزی 2 ساعت 3 ساعت باشه، تو اینستاگرامم بعدم میذارمش کنار. اگه 2 ساعت تو اینستاگرامی 2 ساعت بعدش داری فکر میکنی و بعد در طول روز پراکنده ساعتها همینطور انرژی هدر میکنی برای اون چیزایی که توی اون 2 ساعت دیدی، حواست نیست. مگه میشه من روزی 2 ساعت یه ماده‌ای مصرف کنم و بعد روی بدنم تاثیر نذاره؟ معلومه که تاثیر میذاره. و من همه اینا رو نمیگم که مثلا بگم اینا بدن، اصلا بد نیستن. من از اینستاگرام استفاده میکنم به اندازه معقول، فقط ما بد داریم ازشون استفاده میکنیم. میزان توجهی که داریم بهشون میدیم کاملا خارج از اندازه است، کاملا غیر منطقیه. خود آیندت تویی و تمام بذرهایی که امروز داری با رفتارت، افکارت و حرفهات میکاری رو برداشت خواهی کرد. حالا سوال من از تو اینه، آیا کاری که امروز داری میکنی چیزیه که فردا بابتش خوشحال خواهی بود؟ اگه کاری که امروز داری میکنی کاری نیست که فردا بابتش از خودت قدردان خواهی بود، به خود امروزت برگردی بگی دمت گرم. اگه امروز ورزش کنی
اگه امروز یوگا کنی، فردا به خودت میگی دمم گرم که دیروز یوگا کردم، سختیش گذشته، وقتش گذشته، تموم شده. یه ساعت به جای اینکه تو اینستاگرام باشی، یه ساعت حرکات کششی انجام دادی، فردا به خودت میگی دمت گرم. اگه نکنی، داری از فردات میدزدی، داری از سلامتی و شادابی و آرامش فردات میدزدی. ما فقط از آدما چیز نمیدزدیم، اکثر ما از آدما چیزی نمیدزدیم، از خودمون میدزدیم، از آرامش آیندهمون میدزدیم، از ثروت و رفاه آیندهمون میدزدیم، از حال خوب آیندهمون میدزدیم. تو میتونی به خود آیندهت خدمت کنی، تو میتونی شروع کنی یه چیز جدید یاد بگیری، میتونی شروع کنی توی زمینه پیشرفت کنی، ولی نمیکنی. بعد دنبال اینیم که اراده، انگیزه از کجا بیارم، بعد برای اینکه انگیزه رو به دست بیارم میرم ویدیوهای انگیزه رو یوتیوب نگاه میکنم. بیفایده است، همش بیفایده است، همش بازیه. pointless. برای چی من نیستم؟ برای اینکه اینجا دارم کارم رو انجام میدم. من دیروز شاید 6 ساعت تو این اتاق تنها پای کامپیوتر دارم ضبط میکنم، ادیت میکنم، توی دنیای دیگه ایم و هر روز همینه. و وقتی هم که بیرونم با شوق میرم لب دریا قدم میزنم، سکوت میکنم، میرم یه جا با دوستام حرف میزنیم، حرفامونم یه حرفیه که توش اگه حرف چرت و پرت باشه، جای بی خود باشه، اونم نمیرم. این جوریه که من به خودم دارم خدمت میکنم. خود آیندم از من قدردان خواهد بود به خاطر جوری که وقتم امروز دارم میگذرونم. For the most part غالبا کارایی هم میکنم که احتمالاً خود آیندم خوشحال نخواهد بود، ولی بس نسبته، بس چقدره. و تو با هر کارت داری تعیین میکنی کی هستی. هیچ کاری درست و غلط نیست. اینستاگرام رفتن و وقت گذروندن روزی 4 ساعت توی اینستاگرام اصلا غلط نیست. فقط نتیجه‌ای برات خواهد داشت که دوستش نخواهی داشت. ورزش نکردن و غذای بد خوردن غلط نیست. ما همش کارا رو میخوایم انجام بدیم اگه ثواب درست، غلط، زشت، زیباست. هیچ کدوم اینا نیست. هر کاری نتایجی داره. یه سری نتایج کارهایی رو که داری انجام میدی خودت دوست نخواهی داشت. تو میخوای به من بگی من دارم میرم سمت شمال، بعد کارهات قدم‌هایی به سمت جنوب، نتیجهش اینه که از هدفت دورت میکنه. آیا غلطه به سمت جنوب رفتن؟ نه. آیا گناه کردی که به سمت جنوب رفتی؟ آیا پورن دیدن گناهه؟ نه. آیا پورن دیدن هر روز و مستربیت کردن آیا گناه؟ نه واقعا. آیا کار بدیه؟ نه واقعا کار بدی نیست. اصلا گناه نیست، کار بدی نیست، کار زشتی هم نیست. فقط نتیجه‌ای داره که اون نتیجه برای تو خوب نیست. خودت دوستش نداری. اصلا فدا سرت بقیه که به نظر بقیه درست، اصلا اون مهم نیست. نتیجه این کار رو خودت دوست نداری. پس اگر نتیجهش دوست نداری، خب کارشو نباید انجام بدی. مجدد یه مثال دیگه. آیا روزی 4 ساعت توی اینستاگرام بودن غلطه؟ آیا من آدم بدیم که آیا بی اراده‌ام، بی کیفیتم، بی فکرم؟ چیه مشکل؟ هیچی. به هیچ چیزی ربطش نده. به هیچ موضوع شخصی که به خاطرش احساس شرم و گناه و اینجور چیزا بکنی لطفاً ربطش نده. به هیچ کدوم اونا ربط نداره. فقط به یک چیز ربط داره و اون اینه روزی 4 ساعت توی اینستاگرام نتیجه‌ای برای تو خواهد داشت که تو خوشحال نخواهی بود بابتش. و اون نتیجه رو نه توی آینده که خود تو آینده برداشت خواهی کرد. ما بعضی موقع فکر می‌کنیم خود آینده، خب حالا اون یکی دیگه است باهاش دیل میکنه. نه، خودتی. یه موقعی میبینی چطور من زندگی من قد کوچیک شد، چطور تا 60 سالگی باید نگران پول باشم. بابا دیگه بسه دیگه. چطور هیچ وقت به یه درآمد حال خوب، شوق، باحال، آرامش درونی نرسیدم. تک تک تصمیماتت در زندگی. این نشانه بلوغ یک انسانه که متوجه این بشه و بفهمه که تصمیمات من زندگیمو رقم میزنن، نه شرایط. و خیلی ها اینو دوست ندارن، چون دوست دارن قربانی باشن، چون دوست دارن مسئولیت با کس دیگه ای باشه. اگه مشکل ایرانه، اگه مشکل آخوندان، اگه مشکل نمیدونم فلان چیزه، خب پس من کاری از دستم بر نمیاد. من فعلا برم تو اینستاگرامم و سیگارمو بکشم تا این شرایط بیرون درست شه، اون موقع منم موفق میشم. بذار فعلا سیگار دارم. نه. باور به این که ببین، اگر هنوز تو دنیای عصر قدیم زندگی میکنی، اگه تو کلاسیکال فیزیکس زندگی میکنی، به قول معروف کلاسیکال مکانیکس،
که دنیای نیوتن دیگه، دنیای ماده است که ماده روی ماده اثر میذاره. خب توی اون دنیای قدیم درست میگی، شرایط اوضاع بیرونه، نمیدونم پوزیشن، اینجور چیزاست. اگر تو دنیای کوانتوم زندگی میکنی، کوانتوم مکانیکس، قوانین بازی متفاوت، نوع نگاه توه، انرژی وجود توه، افکار توه، توجه توه که شرایط دور تو رقم میزنه. تو هر شرایطی با نگاه سالم، با نگاه درست، با افکار مفید میتونی موفق بشی تو هر شرایطی. و تو تصمیم تو بگیر که کدوم یکی از این دوتا آدمایی. آیا کسی هستی که زندگیشو داره با قوانین عصر حجر زندگی میکنه؟ اشکالی هم نداره. مجدد آیا گناهه؟ نه به خدا. فقط نتایجی برات خواهد داشت که احتمالاً اون نتایج دل بخواهت نیست. و خب غیر علمی هم هست. چون امروز ما در مورد کوانتوم فیزیک میدونیم، در مورد کوانتوم مکانیکس میدونیم، در مورد اینکه نگاه بیننده در چیزی که بهش نگاه میکنه تاثیر داره. توی این شکی وجود نداره. توی کوانتوم لیپ هیچ شکی وجود نداره. توی کوانتوم انتنگلمنت هیچ شکی وجود نداره الان دیگه. توی اینکه تو میتونی با تغییر نگاهت به زندگی تو تغییر بدی. رالف والدو امرسون میگه که بزرگترین اکتشاف قرن ما امروز اینه که متوجه شدیم. ببین این همه اکتشاف کرده بشر تو قرن گذشته، ولی رالف والدو امرسون میگه بزرگترین اکتشاف ما این بود که متوجه شدیم با تغییر نگاهمون به زندگی میتونیم زندگیمون رو تغییر بدیم. و تو باید توجهت آزاد باشه که بتونی اینجوری فکر کنی. به این میگن independent thinking، به این میگن مستقل فکر کردن. افکار مستقل داشته باشی. افکار مستقل از کجا میان؟ از اینکه تو یه مقدار از این کابلایی که به مغزت وصله و همینجوری دارن میریزن تو مغزت فاصله بگیری. تلویزیون یه دقیقه خاموش کنی. اینستاگرام یه دقیقه بذاری کنار. یه لحظه ذهنت مال خودت بشه. توجه دست خودت قرار بگیره و بعد ببینی و اون توجه میخوای چه کار کنی. توجه تو زمین و زمان رو عوض میکنه. توجه تو بی نهایت قدرتمنده. برای چی؟ آقا تو تا حالا 1 ریال به اینستاگرام پول دادی؟ سوال منه دیگه. تا حالا 1 ریال به اینستاگرام شما پول دادین؟ به خدا اگه داده باشین. هیچ کدوممون ندادیم. و اینستاگرام جزو متا جزو ثروتمندترین شرکت‌های دنیاست. از کجا؟ دنیای کوانتوم. توجه تو قیمت داره. دیگه قیمت فقط تو طلا و آهن و ماشین نیست. قیمت انرژی، قیمت توجه. کالایی که تو داری باهاش رد و بدل میکنی دیگه یه پول کاغذی نیست که یه کالای جنسی بگیری. انرژی تو میدی، اونا فکر به تو تزریق میکنن. فکرایی که برات خوب نیست، فکرایی که بهت میگه اگه اینو داشته باشی خوشحال میشی، اگه اون کارو بکنی خوشحال میشی. اینایی که تو اینجان خوشحالن، اونایی که اون شرایطو دارن خوشحالن. تو نمیتونی. تو اگه میخوای خوشگل بشی، میخوای خوشحال باشی، میخوای راضی باشی، باید شبیه اینجور آدما بشی. باید این لباسو بخری، باید اون برندو داشته باشی، باید این ماشینو داشته باشی، باید اون زندگی رو داشته باشی. اینا herd mentality، یعنی گله‌ای فکر کردن. و گله آدما بدون توهین به هیچ کس، مجدد هیچ ارزش گذاری توش نیست. تو هیچ کدوم از حرفای من قضاوت وجود نداره. اگر تو میخوای روزی 6 ساعت تو اینستاگرام باشی، عزیز دلمی و با تمام وجود دوست دارم. فقط دارم از الان بهت میگم که نتایجی که توی زندگیت برداشت خواهی کرد نتایجی خواهد بود که دوستشون نداری و فقط خودت اون نتایج رو برداشت خواهی کرد. در درجه دوم شاید پدر و مادرت، شاید همسرت، شاید کسان دیگه اون نتایج رو برداشت کنن، ولی کسی که بیشترین حرارت رو از این آتش دریافت میکنه خودتی. کسی که بیشتر از همه میسوزه خودتی. و از اون طرف اگر قدم مثبتی برداری، اگر توجهت رو جای زیبایی بذاری. اصلا ببین، من اول یه کوچولو بگم. من این کتاب هنر زندگی کردن رو دارم آدیو بوکش میکنم و این آدیو بوک خیلی زیباست به خاطر اینکه فقط کتاب رو نمیخونم. کتاب رو میخونم و بعد یه جاهایی پرانتز باز میکنم و در مورد این مطلب شعر از مولانا میگم، 4 تا حرف از خودم میزنم، تحلیلش میکنم، بررسیش میکنم. یعنی انگار یه مجموعه است، یه کورسه و اینو من دارم تشکیل میدم و فکر میکنم تا کمتر از 1 ماه دیگه در دسترس باشه. اینم یه خبر خوب. شاید خبر خوب، شایدم برای خیلی مهم نباشه. برای من خیلی خبر خوبیه، چون واقعا مطلبی که داره تهیه میشه مطلب درجه 1. چون حرفای تکناتان شنیدنیه ولی بعضی موقع یه مقدار ثقیله و احتیاج به توضیح داره و تکناتان هم ماشاءالله تون میگه و میره. بعضی موقع وقتشه که یه پرانتز باز بشه، حالا اینی که الان گفت و با چند تا مثال، با چند تا نقطه نظر متفاوت مطرح کنیم. پس این داره انجام میشه. چیزی که میخوام بگم اینه، دیروز دارم میخونم میگه
تو هر کدوم از ما بذر عشق، آرامش، صلح، شفقت و شوق وجود داره. تو هر کدوم از ما بذر خشم، نفرت، قضاوت، مقایسه و حسرت وجود داره. تمام موضوع اینه: به کدوم یکی از این بذرها آب میرسه، کدوم یکی از این بذرها رشد میکنن. جواب: اون بذرهایی که بهشون توجه میشه. تو هر کجا که هستی میتونی زندگیت بهتر یا بدتر باشه. هر کجا که هستی با فکر کردن خوب زندگی تو میتونی یکم بهتر یا یکم بدتر کنی. و اینکه چجوری داری این کار رو انجام میدی بسته به اینه که به چه چیزایی فکر میکنی. اگر وای خدای من نمیدونم این چرا اینقدر ما از این فاصله داریم. کتاب هست As a man thinketh. یعنی چی؟ همینطور که فکر میکنی، همینطور که فکر میکنی، هر چیزی که فکر میکنی، هر چی فکر میکنی زندگی میکنی. What you think you create. و وقتی توی اینستاگرامی روزی 4 ساعت تو فکر میکنی خیلی زرنگی، مثلا فکر میکنی از روانشناسای متا قدرتمندتری که اونا نشستن دقیقاً تو جلساتشون دارن در مورد دوپامین هوک، در مورد اینکه چطور بیشتر از همه تو رو اینجا نگه دارن، در مورد اعتیاد، در مورد سروتونین، در مورد همه اینا دارن صحبت میکنن. بعد تو فکر میکنی انقدر باهوشی که من میتونم 4 ساعت تو اینستاگرام باشم و بعد ذهنم تحت تاثیر قرار نگیره. اصلا شوخیشم بده. حتما تاثیر میگیره. مثلا اینکه بگی من میتونم روزی 2 تا بسته مثلا سیب زمینی سرخ کرده بخورم وزن نگیرم. مگه میشه همچین؟ حتما میگیری. مثل اینکه بگیم مثلا میتونم روزی 1 پاکت سیگار بکشم و مریض نشم. و مگه میشه همچین؟ حتما میشی. داری مصرف میکنی، داره میره توت. و خب مجدد چیزایی که داری روی اینستاگرام میبینی نه تنها انرژیش بلکه تصاویرش، حرفاش همش میره توت. و اکثر چیزایی که میبینی بر اساس قضاوت، تبلیغ، اینه که ما کم داریم، ما باید بیشتر به دست بیاریم، بعد اینو بخریم، بعد اونو بخریم. و حتی خوباش هم بیفایده است. چرا؟ چون بهش عمل نمی‌کنیم. از قبل بدتر میشیم. من اگه ندونستم، ولی اگه بدونم و عمل نکنم دیگه تقصیر با خودم. همه اینا رو میگم که واقعا دلم میسوزه. شمس به مولانا یه توصیه خیلی جالب داره. واقعا دلم میسوزه. به خدا برادران است. خیلی جالبه، من دارم بر علیه کار خودم حرف میزنم ولی هیچ اشکال نداره. اون کسی که بخواد مطلب رو بشنوه میشنوه. آن کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. من طرف قراردادم، طرف معاملم خداست و من وظیفه‌م اینه که کار حرفی که بهم میاد رو بزنم، نه حرفی که برام خوبه. خب حالا بریم سراغ توصیه شمس به مولانا. مولانا از شمس میپرسه که سر یه دوراهی از کجا بدونم کدوم تصمیم بهتره؟ سر یه دوراهی از کجا بدونم کدوم رو انتخاب کنم؟ شمس بهش میگه اون کاری رو انجام بده که اگر در حین انجامش مرگت برسه خوشحال‌تر خواهی بود. بالاترین توصیه، بالاترین جمله. کاری رو انجام بده که اگر در حین انجامش مرگ برسه خوشحال‌تر خواهی بود. و من واقعا سوالم اینه، اگه در حال اینستاگرام چک کردن مرگت برسه، اگه فردا آخرین روز عمرت باشه، 4 ساعت از عمرت رو امروز میخوای تو اینستاگرام بگذاری، یا دلت میخواد بری اصلا یه قدم بزنم. میدونم والا 1000 جور بهانه در موردش هست. یه ذره مدیتیشن کنم، یه کتاب بخونم، 4 تا نفس بکشم، یه دقیقه. اصلا مهمترین کاری که آدما توانایی انجام دادنش از دست دادن اینه که یه دقیقه بشینم هیچ کار نکنم. بشینم. گربه ها رو نگاه کن، چیکار داره میکنه؟ هیچی، نشسته. نه من یه چیزی بخونم، یه کاری بکنم، یه چیزی یاد بگیرم، یه مسئله رو حل کنم. نه. مشکل ما اینه که بودن رو از دست دادیم. کیفیت بودنمون تعیین کننده کیفیت کارامونه و وقتی کیفیت بودنمون رو از دست داده باشیم، کیفیت کارامون کاملا از دست میره. کیفیت بودن تو چیه؟ اصلا بودن داریم ما همش یه چیزی بودن داریم، یا خوشحالیم یا موفقیم یا داریم زحمت میکشیم یا داریم کار میکنیم، یه چیزی هستیم. خود بودن چی؟ خود بودن اینه من بشینم هیچ کار نکنم. چرا معذبیم؟ چرا نمیتونیم؟ چرا سختمونه؟ چون انجامش ندادیم، چون بهمون نگفتن چقدر مهمه هیچ کار نکردن.
هنر هیچ کار نکردن. دوباره تو همین کتاب تکناتان اسمشو میذاره businessless، بیکاری، بی مشغولیتی. مشغول نباش، متوجه زندگیت شو، یه لحظه بشین و نگاه کن و یهو میبینی تو اون آرامشه، تو اون سکوته، یه صدایی از درونت میخونتت به یه جهتی، میخونتت به یه سمتی، میخونتت به یه کاری. اون بالاترین پیام توه، اون نجات دهنده است. خودتو نجات بده از میتریکس، خودتو نجات بده از الگوریتم، خودتو نجات بده. و این به این معنی نیست که اصلا نه اینستاگرام اصلا استفاده نکن. معقول و بعد فکر نکن که اگه اینستاگرام نمیای پس اوضاع خوبه. نه، شاید داری تلویزیون زیادی وقت میگذرونی، شاید داری یوتیوب زیادی وقت میگذرونی، شاید اصلا درگیر فکر و خیالاتی. میتریکس که فقط این میتریکس سوشال میدیا نیست، ذهن تو بزرگترین میتریکسه. هر کدوم از این زندونا رو که میای بیرون میبینی توی زندان بزرگتری. باز بهتره، از زندان کوچیک بهتره، توی زندان بزرگتری، زندان زیباتریه، ولی همچنان توی زندانی. تا وقتی آزاد از ذهنت نشی آزاد نیستی. و آزادی از ذهن از طریق حضور، از طریق مدیتیشن، از طریق حس کردن، از طریق بودن و حس کردن یک چیزن. برای همینه که ما وقتی تو مدیتیشن میشینیم فقط نفسمون رو حس میکنیم، کار خاصی نمیکنیم. در مورد این بعداً صحبت میکنیم که مدیتیشن اصلا مساوی استراحت. مدیتیشن هیچ کاری نکردنه. ما اصلا بلد نیستیم هیچ کار نکنیم. تو مدیتیشن هم داریم یه تلاشی، یه جونی بکنیم، یه انگولکی بکنیم، یه کاری بکنیم، یه چیزی بشه. هیچی نمیخواد بشه، یه لحظه بشیم، تو سکوت بشیم. نفس داره میاد، نفس داره میره، این همه اتفاق داره میفته. لازم نیست تو کاری بکنی. بعضی موقع لازمه فقط باشی و بسیار بسیار زیباست، بسیار زیباست. خب با همین مدیتیشن کوتاه انجام بدین. لطفاً آماده شو برای مدیتیشن و اگرم الان برات وقتش نیست میتونی بعداً انجام بدی، ولی به نظرم مقاومت کن در مقابل اون توصیف و اون توجیهی که مغزت میگه نه الان نمیخوام انجام بدم. مقاومت کن و الان بشین و اجازه بده این تمرین رو با هم انجام بدیم. اوکی؟ پس لطفاً هر کجا که هستی آروم بشین. با من یه نفس عمیق بکشدم و با بازدم تمام بدنتو ریلکس کن و چشاتو ببند. مجدد نفس عمیق دم. حس کن ورود هوا رو و با بازدم رها کن بدن رو، رها کن سنگینی ها رو، رها کن گذشته و آینده رو. انگار توجهت سر میخوره از ناحیه سر و مغز و ذهن میاد توی بدن، میاد تو شونه هات، تو دستات. نفس عمیق، جریان انرژی رو دریافت کن و با بازدم توجه رو بیار به قفسه سینه، ناحیه قلب. تو میتونی انقدر دقیق حس کنی که توجه کنی به تپش قلبت. واقعیت تو این لحظه. مجدد نفس عمیق. به زیبایی نفس رو دریافت کن، یه مکث کوتاه و با بازدم تمام اعضا و جوارح داخل شکم تو آزاد کن، رها کن، ریلکس کن. شکم میاد بیرون، لخت. وزن بدن رها. تمام تنش رو از بدنت دور کن. الان هیچ کار مهمی برای انجام دادن نداری. هیچ مسئله‌ای برای حل کردن وجود نداره. فقط باش.
بودنت رو تجربه کن. چیزی رو نمیخواد عوض کنی، نه لازمه نفست رو عمیق کنی، نه لازمه ذهنت رو ساکت کنی و نه کاری برای انجام دادن داری. ببین میتونی برای لحظاتی واقعا هیچ کار نکنی. انگار مهمترین کاری که داری همین نفسه، ریلکس نگه داشتن بدنه، حس کردن دست و پاها و بودن. ساده ساده. بسیار طبیعیه که بعد از چند نفس و بعد از چند لحظه ذهنت درگیر فکری، برنامه ریزی، قضاوتی، نظری بشه. این خاصیت ذهنه و این یه مشکل نیست، این شکست مدیتیشن نیست. کافیه هر موقع متوجه میشی که داری فکر میکنی، نگاه کن باز داری یه کاری میکنی، میخوای یه چیزی رو حل کنی، میخوای یه نظری داشته باشی و این شده آفت جونمون که نمیتونیم یه دقیقه آروم بشینیم. اون فکر رو رها کن، الان وقت فکر کردن بهش نیست. به اندازه کافی فکر کردیم. اگه قرار بود با فکر کردن مسائلمون برطرف بشه تا حالا شده بود. اجازه بده یه صدای آرومی از درونت کم کم باهات صحبت کنه و این صدا رو فقط میشنوی وقتی برای لحظاتی حضور داشته باشی. پس مجدد ستون فقراتتو صاف نگهدار، گردن استوار، لبخند روی صورت، مجدد تمام بدن ریلکس و به هیچ کاری نکردن ادامه بده. فقط باش و هر چیزی که میشه رو تجربه کن، حس کن. افکار میان و میرن، حسا میان و میرن، صداها میان و میرن و تو هستی. لطفاً تلاش نکن که ذهنت رو آروم کنی، تلاش نکن که مدیتیشن کنی. همه تلاش ها رو بذار کنار. دستا آزاد. هیچ کنترلی نکن. هیچ چیز رو عوض نکن. درست مثل یک آسمان آبی که اجازه میده ابرهای مختلف، بزرگ و کوچیک، بیان و برن و همیشه فقط اونجاست. به فضایی تبدیل شو که افکار، احساسات
تو شکل میگیرن و از بین میرن، میان و میرن، پدیدار میشن و ناپدید میشن. مجدد مرور کن، ببین آیا جایی تو بدنت منقبضه. اگر هست رهاش کن. اگر ذهنت درگیر فکریه، توجهت رو برگردون. شاید در طول یک تمرین باید هزاران بار توجهت رو برگردونی به لحظه حال و این کاملا قابل قبوله، کاملا پذیرفته شده است. کافیه خسته نشی. عادت ما فکر کردن، عادت ما درگیر شدنه. برای رهایی از این عادت باید حضور رو تمرین کنی. پس لطفاً یک بار دیگه فک و گلو ریلکس، زبان، شقیقه ها، چشما ریلکس، تمام بدن معلق، انگار در یک احساس امن و آرام معلقه. هیچ چیز رو نگه نمیداری. و توجهت باز برای هر چیزی که بیاد و بره بدون درگیر شدن باهاش. اگر الان دقیقاً همینجا بودی چه حسی داشت؟ اگر الان هیچ تلاشی نمی کردی، هیچ چیز رو تغییر نمی دادی، چطور بود؟ اگر اجازه میدادی ذهنت هرچه میخواد بگه ولی تو گوش نمی کردی، چطور بود؟ اگر اعتماد می کردی چطور بود؟ اعتماد به این که تو لازم نیست همه کارا رو خودت انجام بدی، لازم نیست این همه فکر کنی. اعتماد به یه نیروی بزرگتر از خودت، به یه هوشی عمیق‌تر از خودت. ببین میتونی تو این اعتماد شونات رو ریلکس کنی، اجازه بدی نگرت داره. ببین میتونی تقلات رو برای بهتر کردن زندگیت، سرگرم کردن خودت، خوشحال کردن خودت واگذار کنی. ببین میتونی برای لحظاتی تمام تلاشات رو واگذار کنی و برای
1 دقیقه پایانی این تمرین هیچ کار نکن. هیچ کار. حتی مدیتیشن هم نکن. فقط باش و بذار هر چی میشه بشه. مثل لیوان آب گلالودی که وقتی برای لحظاتی روی میز میذاریش و اجازه میدی ساکن بشه، گلولای تهنشین میشه و شفافیت به ذهن برمیگرده. درست همونطور وقتی ذهنت رو برای لحظاتی تنها بذاری، افکار تهنشین میشن و مجدد میتونی شفاف ببینی. تمام تقلای ما فقط این آب رو گلالودتر میکنه، فقط ذهنمون رو کدرتر میکنه. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. تمام ناآرومیمون به خاطر اینه که همش دنبال یه چیزی هستیم. از این موقع هیچ کار نکن، دنبال هیچ چیز نباش، اجازه بده همه چیز همینجا دریافت بشه. اگر اینجا نیست، هیچ جای دیگه هم نیست. اگر الان نیست، هیچ وقت دیگه هم نخواهد بود. با الان، با این لحظه آشتی کن. ازت میخوام 5 نفس عمیق، دم از بینی بازدم از دهان رو با من همراه شی. با لبخند بازدم، دم ساکن تو همین لحظه، فکرات نذار ببرنت. بازدم، گلولای رو ببین که تهنشین میشه، ذهن رو ببین که شفاف میشه، بدن دوباره به حالت تعادل و آرامش برمیگرده. نفس عمیق، ذهن آروم. بازدم، قلب آروم. همین چند نفس، 2 نفس باقی مونده رو هم با آرامش دریافت کن. عجله نکن. دم و بازدم، آسمان آبی ذهن. تصور کن با بازدم ابرا میرن کنار و باز میشه آسمون به شفافیت بی‌نظیرش. و آخرین نفس، قدردان برای این تمرین. بازدم، لبخند روی لب، لبخند روی قلب، لبخند توی شکم، لبخند روی صورت. حس کن احساس یک لبخند مثل یک گرمای لذت بخش پخش میشه توی بدنت. به خدا خبری نیست، جایی برای رسیدن وجود نداره. با آرامش برقرار کردن توی ذهنت انرژیت رو ارتقا بده و اون انرژی تو رو دقیقاً به اون جایی که خوبه میرسونتت. کافیه اعتماد کنی، کافیه هر از چنگایی گوشیتو بذاری کنار، ذهنتو بذاری کنار و با لحظه، با طبیعت، با کل قرار بگیری. ممنون که امروز هم با هم نفس کشیدی. ممنون که امروز با هم مدیتیشن کردی. هم موقع آماده آروم میتونی چشاتو باز کنی و ازت میخوام با همین آرامش به ادامه روزت برگرد. ازت میخوام با همین حضور، با همین شفافیت بقیه کارهای روزت رو انجام بده. ممنون از حضورت. یک دنیا عشق بهت تا
مدیتیشن بعدی نامسته.